سلام، من امیرحسینم. اینجا قسمت 5 پادکست فوتبال مگ هست. به دنیای جذاب فوتبال خوش اومدین. خب قبل از هر چیزی، قبل از که شروع کنیم قسمت رو، لازم میدونم که یک توضیح راجع به روند قسمت گذاری پادکست ها بگم که یه تغییر قرار بکنه. توی کست باکس و اسپاتیفای قرار نیست ما تغییر داشته باشیم، ولی توی یوتیوب قراره به صورت ویدیوهای کوتاه تر بشه، یعنی نه حتی ریلز. یعنی به اصطلاح لیگ سری آ میشه یک ویدیو جدا، لیگ جزیره یک ویدیو جدا میشه، لالیگا، بوندسلیگا لیگ جدا میشه، یک ویدیو جدا میشه. و در خصوص بازی پاریس سن ژرمن هم حالا بسته به ترافیک بوندسلیگا یا لالیگا یکی از دو تا لیگ قرار میگیره، ولی توی هم کست باکس و اینا به صورت کامل میاد، ولی اونجا خورد میشه که برای بقیه راحت تر باشه دیدنش. خب شروع کنیم از قسمت سری آ. ما بازی اول هم بازی میلان و هلاس ورونا داشتیم، بازی که 1-0 میلان تونست بازی رو ببره. بازی که میگم با اینکه میلان باید این بازی رو راحت ببره، درسته که حالا وضعیت خوبی تو جدول نداره، 8م و هلاس ورونا 17م، ولی بازم این بازی اصلا احساس نکردیم میلان تیم برتر زمین بود. یعنی حتی زمانی هم که گل میزنن، زمانی که مومنتوم به نفع حریف بوده. مومنتوم تو قسمت‌های اول توضیح دادم، یعنی جریان بازی، فشارها و اصطلاح اون تنش بازی به نفع گلزنی تیم حریفه. یعنی هلاس ورونا در شرایطی که میتونستیم حدس بزنیم که اونا قرار گل بزنن و خب میلان گل میزنه. توی این وضعیت تیروتار میلان تنها بازیکنی که میشه گفت نور امید این تیمه تیجانی ریندرزی که از هلند 2 فصل پیش گرفتن و 2 فصل فوق‌العاده داره میگذرونه. اینجا تو میلان خیلی خوب داره بازی میکنه. تو بازی قبلی تقریبا قبل از اینکه پولیسیچ مصدوم بشه توی ترکیب 4-2-3-1 میلان جزو دبل پیوت ها بود، ولی خب الان یه بازیکن جدیدی آورده میلان به اسم فیلیپو تراکچینو اگه اشتباه نکنم، بر وزن فراپاچینو مسخره بازی بسته، و جنریف رفته بالاتر و خیلی تحرکش بیشتر شده، تو حملات بیشتر شرکت میکنه و گلزنیش هم بیشتر شده و تک گل پیروزی این تیمو زد. این بازی فوفانا بازی خیلی خوبی داشت، نمیخوام بگم بهترین بازیکن زمین، بازیکن خوبی بود. و لیاوی که مصدوم شد، این خبر خیلی بدیه میلان، چرا که ما الان می‌بینیم رافائل تقریبا 2 هفته نیستش و میره توی لیست مصدومای میلان که واقعا زیاده. پولیشیچ، موسا، لوفتوس-چیک که خیلی بازیکن مهمی بود، میتونست جای بازیکن جوونه باشه، بن نصر، فلورنزی، اوکافو و موراتا، بازیکنایی که 90% تا 1-2 هفته دیگه تقریبا برمیگردن. خب با توجه به اینکه ما احتمالاً بازی‌های لیگا تعطیل میشه وقت مراسم کریسمس، غیر از لیگ جزیره که ادامه پیدا میکنه، میلان خیلی مصدوم داشته این فصل بیش از حد و لیاو که کلاً اوایل خوب نبود، خب زود رفت. ولی نکته جالب برای من این بودش که تو هرناندز بازیکنی بود که جایگزینش شد، یعنی خیمنزی که جدید اومده بود، یک دفاع چپ 19 ساله جوان که این دومین بازیشه و پشت سر هم بازیکن بود، نتیجه خوبی هم داشته، بازیکن خوبی بوده، تو عملکرد دفاعی نمره قابل قبولی رو میگیره و میشه گفت شاید حتی جایگزین تو هرناندز بشه، چون ما صحبت‌های از این شنیده بودیم که با توجه به اینکه ممکنه آلفونسو دیویس قراردادش رو تمدید بکنه، رئال برگرده و تو هرناندز رو به تیم خودش برگردونه. این که حالا خرید خوبی هست یا نه مثلا تو قسمت رئال میتونیم راجعش صحبت بکنیم، ولی ریاو که رفت بیرون، تو هرناندز اومد اونجا و خب عملکرد خوبی هم این بازی داشت. یعنی تیم میلان به اصطلاح بازی خوبی داشت، ولی نسبت به تیم میلان، به تیم‌های مدعی بازی قابل قبول نداشت. یعنی چی؟ یعنی اون اقتدار لازم رو جلو هلاس ورونا ما نمیدیدیم. برعکسش مثلا بازی دیگر که ما ببینیم، مثلا حتی بازی روم، احساس می‌کنی که داره یک تیم ابرقدرت داره بازی میکنه. بازی اینتر همچین احساسی رو داریم، ولی تو حتی بازی ناپولی، ولی تو بازی هلاس ورونا ما همچین حسی رو نداشتیم و خب بعد ببینیم که در ادامه چه شکلی اتفاقات میفته. آیا این یک روند رشدی خواهد بود و به اصطلاح رستاخیزی برای میلانه، یا رستاخیز میلان تنها در صورت اخراج پاو فونسکا اتفاق میفته؟
بازی بعدی می‌خوایم راجع به صحبت کنیم، بازی ناپولی و جنوا. بازی که بهترین بازیکن زمین زامبانگیسا شد به حق. بازی خیلی خوبی داشت، گل زد، توپ پخش‌کنی خوبی داشت، در کارهای دفاعی خیلی خوب شرکت میکرد. زامبانگیسا که ما 2 فصل پیش شناختیمش توی تیم قهرمان ناپولی، با اسم مربی ایتالیا یادم رفت. اون زمان که بود بازی فوق‌العاده‌ای داشت، یه حالت خیلی عجیب مثل کاماوینگای رئال، نه از اون حالت که تمام پست بتونه بازی کنه، بلکه میتونست دریبل‌های خیلی عجیب غریبی بزنه. یعنی یک زیدانیای خیلی خاصی میزد، از اون زیدانی که ما تییاگو آلکانتارا میدیدیم. و خب نکته جالب این بازی این بودش که ناپولی 2 تا گل‌ها رو از ضربات ایستگاهی زد و هد بودن که خب نشون میده که قد و وزن تیم بالا رفته. با تعداد تازه این بازی السینو بونجورنو نبود، ولی اگه اونم بود باز حتی شاید میتونست ناپولی گل بیشتر بزنه، حتی تک گلش هم نخواد. در تک گلش هم صحبت میکنیم. در ادامه میگم این موضوع که از گل ایستگاهی بازی رو ببرین، در مورد آرسنال صحبت میکنیم، ازش ایراد میگیریم چرا شما دارین این کارو میکنین فقط، هرچند که الان دیگه اون میزان داره کمتر میشه و خب میتونه برای آرسنال یه زنگ خطر باشه که گویا دارن تیم‌ها راه فرار از این موضوع رو پیدا میکنن. ولی وقتی که ناپولی و عملکردش رو میبینیم که چجوری غالبا به گل میرسه، به این نتیجه میرسیم که لزوما این بی‌معناست قرار از این روش و بردن به این روش آر نیست. توی این شرایط خیلی بردن خوبیه، چرا که شما به اصطلاح توی شرایط حساسی قرار میگیری، میتونی از همین ضربات استفاده کنی، با توجه به بالا بودن قد و وزن تیمت تو ضربات هوایی برنده بشی. گلی که ناپولی خود گل خیلی بدی بود، یعنی گلی که توی هرج و مرجی افتاده بود و زدن. ولی اگر که اون پست خوان ژسوس السیان بونجورنو بود، همونجوری که گفتم بازی خیلی بهتره و گل رو نمیخوان، چون بونجورنو هم در بازیسازی خیلی بازیکن خوبیه، هم فیزیکالیتی زیادی داره و میتونه نکته مثبت برای ناپولی باشه. در ادامه بازی ما نیمه اول خیلی شاهکاری از ناپولی دیدیم، نیمه اولی که تسلط کامل به بازی داشتن، ولی در نیمه دوم دیدیم که ناپولی خیلی افت کرد. یعنی شاید یه غروری گرفتشون که ما که برنده ایم 2-0 جلویم، پس بذار انرژی ذخیره کنیم. من انرژی ذخیره کردن برای هر تیم دیگه قبول میکنم غیر از ناپولی که تو بازی اروپایی نیست که بخواد نگران باشه و میشه گفت تنها جام مهمی که این فصل داره جدا از کوپا ایتالیا بردن همین سری آه و مدعیان کنته رو دارن. کنته که میدونیم تخصصش لیگ بردن، مثلا تو فصل اوله تو اینتر فصل اول قهرمان شد، با چلسی فصل اولش قهرمان شد و حالا من ناپولی که همین اتفاق رقم بزنه و از این اتفاق دور هم نیستن، 2 امتیاز با صدر جدول فاصله دارن و حتی اگه اینتر بازیشو ببره بازم 2 امتیاز با صدر جدول فاصله دارن، چون اینتر و آتالانتا هم امتیاز خواهند شد اگر اینتر بازیشو ببره. و البته یه بازی خیلی خوبی هم ما داشتیم از مرد، یعنی مرد فوق العاده بازی کرد، هرچند که مثلا تو جای دیگه امتیازی کم بهش دادن، ولی من نمیپذیرم موضوع رو. چند تا سیو حیاتی داشت که باعث شد ناپولی نبازه اون بازی رو. شاید اگه بونجورنو بود من این امتیاز رو قبول داشتم، ولی بونجورنو نبود، خوان ژسوس بود اونجا. دیدیم که بازیکن خیلی با کیفیتی نیست. بازی بعدی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم بازی روم و پارمایی که اوایل فصل عملکرد ناشناخته خوبی داشتن، ولی خب از پارما انتظار جزو 10 تا اول بودن هم نداریم، ولی خب به هر حال میتونستن این بازی عملکرد خوبی داشته باشن، هرچند روم یک بازی ترتمیز نشون داد. یعنی از اون بازیایی که فرم روم دیدیم این چند وقت اخیر خیلی سینوسی بوده، اما این از اون اوج اون سینوس هست. یعنی یک بازی فوق‌العاده، مارتین دووی که خیلی روی فرم بود، عملکرد خیلی خوب داشت، یه گل زد، یه پاس گل و از اون مهمتر به عنوان مهاجم نوک وظایفش رو انجام میداد. شاید مثل دیبالا دبل نکرد، ولی باز اون جاهای مناسب قرار میگیره، ضربات رو میزد، چیزی که در مورد امباپه جلوتر راجع بهش صحبت میکنم. و دیبالایی که دبل کرد، پاس گل داد، فوق العاده. ما رو یاد دیبالا یوونتوس میندازه، اون زمانی که استار بوی اون تیم بود، استار بوی فارسیش کنیم میشه ابر ستاره جوون اون تیم بود، یعنی اون ستاره دوست داشتنی بود که کسی نیست اون زمان از دیبالا خوشش نه. دیبالا خیلی بازیکن خوبی بود
و حالا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که دوباره حرف چند وقت پیش، روم مصدوم میده، یک وینگر رو از دست میده، در حالی که توی روم الکسیس سالماکرز رو داره که این بازی هم فوق‌العاده بازی کرد، جدا از دریبل زنی، حمله توپ‌های خوبش، اون وظیفه‌ش رو به عنوان وینگ بک داره عالی انجام میده و خب یه گل هم زد در ادامه. تیم روم حالا جدا از این که میگم حالا بازی خوبی اینجا داشتم، برای من یک جای سوال داره که تو بازی یونایتد میرسونم. یک بازی مدافعی داشتن که از دستش دادن و خیلی مدافع خوبیه، چرا این مدافع رو از دست دادن؟ برای چشم من خیلی اومد. و حتی نکته جالب تر برای من تو این بازی این بودش که روم هیچ تعویضی نداشت. در دورانی که همه 5 تا تعویض انجام میدن، این بازی ما هیچ تعویضی از روم ندیدیم و خیلی عجیب بود. یعنی معکوسش میشه ناپولی. یعنی ناپولی داشت نیمه دوم یه حفظ انرژی بی‌مورد انجام میداد و ناپولی داشت سیو انرژی بی‌مورد انجام داد و رومی که داشت هیچ سیو انرژی انجام نداد، هیچ ذخیره انرژی انجام نمیداد. خب ما که میدونیم روم بازی اروپایی دارد و تو لیگ اروپا داره بازی میکنه. من انتظار داشتم که حداقل چند تا تعویض بدن. مثلا عبدالحمید رو ما ندیدیم، اون پیزلی که من چند وقت نظر تعریف کنم ندیدیم، پلگرینی رو ندیدیم، شورمال رودوف بازیکن ازبکستانی شونه ما که اون ندیدیم، سوله رو ما ندیدیم. خب خیلی برای من عجیب بود این اتفاق و امیدوارم که روم همین روند رو طی کنه و دیگه سینوسی نباشه تا به جاهای خوبی از جدول برسه، چون تیم به شدت جذابیه. من میگم تیم رومو این فصل از دست نده. شاید فصل قبل ما روم فوق‌العاده‌ای نداشت، ولی این روم اسکواد خیلی خوبی داره. یعنی صرفا میگم مثلا یکی مثل دیزربیتور بالا سر تیم باشه، هیولایی میسازه که همه ازش بترسن. در ادامه بازی آتالانتا و امپولیو داریم، بازی که به طرز عجیبی برای آتالانتا سخت پیش رفت. یعنی اوکی امپولی که 11ام جدوله و گل اول رو بهشون زدن. در ادامه ما یک بازی فوق‌العاده از چارلز کتلاره داشتیم که چقدر چارلز خوب شده. یعنی ما همین چند وقت پیش میگفتم چارلز یک بازیکنی بود که ترسو بود، اصلا جرأت نداشت، جربوزه بازی کردن نداشت. ولی الان می‌بینیم که نه تنها جربوزش بیشتر شده، نمی‌دونم خشونتش بیشتر شده، ولی اون اگریشن، اون تنشش بیشتر شده، برای با تنش آتشش بیشتر شده، بلکه حتی تیمش هم دیگه رهبری میکنه. یعنی ما دقیقه 21 ماتورتگی مصدوم شد، خیلی خبر بدیه برای گاسپرینی، هرچند که چارلز کتلاره خوب بود، ولی خب الان دوتا نیم مهاجم داره، یعنی فقط آدم لوکمن و چارلز کتلاره. اون جان لوکاس کاماکا که تا چند ماه دیگه نمیاد به خاطر اینکه عملاً رباط صلیبیش پاره شده و الان رتگی که مصدوم، اگه اشتباه نکنم یکی 2 هفته رو ندارن ازش. درسته که باز تعطیلاته، ولی دوباره بخواد برگرده رو فرم باشه خیلی مسئله است. رتگی مصدوم شد، چارلز رفت جلو و تعویضی که انجام زانیولو بود که دوباره میان زانیولو احیا شده. خیلی بازی خوبی از زانیولو دیدیم. آدامان لوکمن گل خیلی خوبی زد و در ادامه یک پنالتی عجیبی برای امپولی گرفتن. خب زننده گلش هم جالبه، اسپوزیتو، بازیکن آکادمی اینتر بوده و الان اگه شما نکنم یه چک بکنم، نه الان بازیکن آکادمی اینتر نیست، ولی میگم یه مهاجم با استعدادی که گل خوبی زده. اصلا دست مهاجمایی که به نظر من گاسپرینی باید حواسش بهش باشه، چون میتونه تو اون تیمش قرار بگیره. مثلا که الان رتگی رو نداره دیگه، لازم نیست هی بر مهاجم بخریم، ولی خب بازم در نظر داشته باشه بد نیست. یه نکته خیلی جالبی که برای من این بازی داره و همچنین مسئولیت بازی هفته قبل داشت از آتالانتا این بود که پاشالیچ داره هافک بازی میکنه. بازی قبل همراه با مارتین درون هافک وسطای تیم بودن و این بازی جای همراه با ادرسون داشتن خط وسط شکل میدادن که به نظر من پاشالیچ هم از اون دست بازیکن هایی که خیلی با استعداد و خیلی تواناه، بازیکنی که میگم 29 سالشه، خیلی تو رسانه نمیاد چون کروات هم هست، ولی در نقش هافک دفاعی خوب بوده. درسته کار دفاعی ازش انتظار نداریم، ولی در اون پست به اصطلاح دیپ لاین میکر خوب بوده. دیپ لاین پلی میکر یعنی
بازیکنی که مثل هاکان، مثل تونی کروس عقب‌تر وای میسته، همه جا رو دید داره و میتونه پاسای درست رو با توجه به شرایط بازی بده. یه حالتی میشه گفت مترونوم تیمه، یعنی توپ که زیر پاش بیاد میدونه قرار بازی رو چجوری انجام بدن و بازیسازی رو انجام میده. این از این بازی بود. میریم سراغ بازی بعدی که بازی یوونتوس و مونزاه. برای من یه مسئله خیلی مهمی هنوز نامفهومه که برای خود چیز حس میکنم نامفهوم، تییاگو موتا، و اونم اینه که 4-1-4-1 یعنی دوباره سیستم رو عوض کردی. 4-2-3-1 که بازی قبل دیدیم چقدر خوب بود، چقدر عملکرد خوبی داشتن. خط دفاع میدیم که تقریبا گاتی به اوورن اومده بود، لوکاتلی قرار نبود بازی کنه، لوکاتلی هافک دفاعی بود. کوب ماینرزی که حالا کم و بیش تو اون حالت 8 قدیم با رجیستا بازی میکرد، بیشتر جلوتر از عقب بود، یعنی لوکاتلی تنها تر بود تو این بازی. کنان ایلدیز دوباره چپ بود و نیکو گونزالزی که وسط بود. نیکو گونزالز حالا بازی خوبی داشته، میخوام ایرادی بهش بگم، نیکو گونزالز وینگره، یعنی وینگر چپ و وینگر راسته. من خیلی اصلا تعجب کردم سر اینکه دیدم هافک وسط داره بازی، هافک تهاجمی داره بازی میکنه، با اینکه کنان ایلدیز اونور خوب بود، ولی به نظر من تییاگو موتا دیگه نباید این کارو بکنه. یعنی گونزالز رو می‌ذاشتین اونور، کنان ایلدیز وسط می‌ذاشتین، چون ما دیدیم بازی قبلا کنان ایلدیز چقدر خوب بود اون وسط. جای کنان ایلدیز اون وسطه، یعنی مثل ترکیه می‌دونم که خط حمله خیلی جالبی خواهد داشت با دو تا هافک دفاعی که قراره کنان ایلدیز باشن و آردا گولر، مثل آلمان که در آینده قراره فلوریان ورتس باشن و جمال موسیالا. خب چیکو کنسیساو که سمت راست بود، عملکرد بدی نداشت، خیلی خوب نبود. و یه نکته خیلی مهمی که بازی داشت برای یوونتوسیا و خیلی خوبه، مخصوصا حتی برای مکنی، برگشتن کامبیاسو از مصدومیت فارغ شده به اصطلاح و الان میتونه دیگه بازی کنه، تو همون پست وینگ چپی که میخواستن بازی کنه میتونه دوباره بازی کنه. و حالا در ادامه میتونیم ببینیم که یه نکته منفی که برای یوونتوس تو این بازی هست، درسته بردن، ولی آمار رو که نگاه کنی و مخصوصا قضیه مومنتومو میبینیم که بازی برابری واقعا داشتن. یوونتوس تیم ششم، اصلا کاری به تاریخچه اینا که اصلا هیچی، اصلا وارد اون نشیم. اصلا یوونتوس ششم جدوله و مونزا آخر جدوله، تفاضل گل منهای 8 داره. و خب چرا بازیتون باید با همچین تیمی نزدیک باشه؟ درسته که مصدوم دارین اینو، ولی اگه اون 4-2-3 که بازی می‌کردید دیگه اصلا فضایی به مونزا نمیدادین که بخواد حمله کنه، فضا سازی کنه، موقعیت ایجاد کنه و حتی گل بزنه. یعنی شما موقعیت اضافه بر سازمان بازی برای خودتون بیش از حد سخت کردین، در حالی که اصلا نیازی به این کار نبود. و خب ببینیم بازم اگه تییاگو موتا بخواد به همین تغییر روند و تغییر با پستش ادامه بده، تغییر پست که تغییر ترکیب و تاکتیکش ادامه بده، شاید براش خیلی گرونتر از اون چی که فکر میکنه تمام بشه. و خب برای آخرین بازی این بخش وارد بازی اینتر رو کومو میشیم، بازی که اینتر به راحتی هرچه تمامتر برد، یه برد خیلی خوبی داشت، 2-0. و چند تا نکته خیلی مهم داره بازی، من همچنین راجع بهش صحبت کنم. این که کارلوس آگوستو دفاع وسط بازی کرد و بازی خیلی خوبی هم داشت، برای من جای تعجب داشت. ما کارلوس آگوستو رو غالبا در بکاپ دیمارکو می‌دیم که یا دیمارکو بازی می‌کنه یا کارلوس آگوستو، ولی حس می‌کنم با این کار تلاش داشت که سمت چپشو خیلی قوی کنه، در حالی که به نظر من شاید بیشتر از اینکه سمت چپ رو بخواد قوی کنه، سمت راست رو باید قوی کنه. هرچند بیسک تو کار حمله خوبه، ولی یه کمی سنگین‌تر از اون چیزیه که باید برای اون حالتی که بخواد بره و برگرده. ولی بازی خیلی خوبی داشتن. یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که لوتارو 9 تا بازیه که گل نزده. برات بگم برای تیم ملیش گل زده ولی برای اینتر گل نزده. خب ما قبلا این صحبت بودش که لوتارو مارتینز مثلا تو زمان جام جهانی گفتیم که توی اینتر چقدر بازیکن خوبیه و توی تیم ملیش بده. الان برعکس شده، توی تیم ملیش خیلی خوبه، توی اینتر هم نمیخوام بگم بد شده ولی گل نمیزنه. حالا این نکته منفیش همینه که گل نمیزنه. تو کاپیتان تیمی ما میدونیم چقدر لوتارو مارتینز بازیکن فوق العاده ایه،
یعنی صرفا یه گلزن خالص نیست، باهوش، خیلی جاها رو خوب میشناسه، میتونه بازی سازی کنه برای هم تیمش، یک مهاجم کامل عملا. ولی میام چند بازی گل نزد. نکتهش اینه با توجه که اینتر داره تمام این بازی‌ها رو میبره غیر از بازی با بایر لورکوزن، جوری که بار گلزنی به بقیه تیم پخش شده و این همون موضوعی که قبلا گفتم، یعنی اینتر تمام بازیکناش همه کار میکنن، صرفا یک بازیکن خالی نیستش که اون بخواد کار رو انجام بده و بار جور همه رو به جوش بکشه. ما گل خیلی عالی ما کستورام زد که باز نشون میده که چقدر رو فرم و چقدر بازیکن آماده‌ایه. از اون سمت نیکو پاز بودش که بازی فوق‌العاده‌ای نظر من داشت و خیلی درخشان بود، عملکرد مثبتی داشت و حتی اینزاگی هم راجع بهش صحبت کرد، ازش تقدیر کرد و به نظر من بازم این دوباره ادامه پیدا میکنه و برای رئال شاید حسرتی باشه. البته من هنوز اطلاعی ندارم که آیا رئال یه بند باز خرید داره یا نه، ولی اگر داشته باشه به نظر من هر چه زودتر میتونه فعالش کنه، چون این بازیکن به درد رئال میخوره. خب از این بخش مرسی که گوش دادین. در ادامه میریم بخش لیگ جزیره. میتونید با ما همراه باشین، ادامهش رو تو قسمت توی یوتیوب دارین میبینین، تو ویدیوی بعدیه و اگر تو پادکست کست باکس یا اسپاتیفای دارین گوش میدین که یه دقیقه دیگه بهش میرسیم. با ما همراه باشین.